چی توقع داری؟ توقع داری که بر تو انجینر شوه سرک بسازه؟ توقع داری بر تو دکتر شوه ننیت معاینه میکنه؟ توقع داری که تو بر تو بیادر مستری برق شوه؟ توقع داری که بر تو برادر عزیز سفینه بسازه؟ نه، تازی که کلان شوه اینه تو رس لندغر، لچک، اوباش، چارتکه نمبر بدل، چکچور، رقص و زنگ و جامن و زنبوره و شراب و چرس و این تو پاچه را بلند لوده او باب من نگو آنان سک تیار خوامی رقم از این طفلیت سک جورش میکنه. تفنگچگک پلاستیکی در دستش، بیرقی که 300,000 کابلی را کشت و هزاره را دفشار کشت، اونو بیرق مانده. در روزی در امریکا مکتب باز ایواز از یک کامپیوتر پلاستیکی برش بگیری، ایواز از یک قلم پلاستیکی برش بگیری، چیز دیگه طیاره پلاستیکی برش بگیری که داینده پیلوت شوه، ایواز از یک کره زمینی پلاستیکی برش بگیری که داینده یک دانشمند شوه، ایواز از یک بیل پلاستیکی برش بگیری که داینده یک درخت بشونه، تو سگزاده اینی را برش گرفتی. خوازی چی جور میشه؟ کمی 18 ساله شد، پلیت تمنه، موبایل تمنه، ناموس تمنه، عزت تمنه. اگر در افغانستان نکنه گنگستر پنشیری وارد در پشت موبایل میشینه، خواهرت، مادرت، قومت، نسبت، بیادر تاریخت، زبانت، ان زن و مرد کلتان دو میزنه. اینو تر نیست که اینو تو منظم بیایه. سلام علیکم بزرگوار، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ چی هم رو خدمت وطن داری عزیز؟ مسافر هستی؟ کدام چیز نیاز داشته باشی؟ قربان سر چاو اینی رقم نمیکنه. پاکول سک بروی افغانستان برده. لعنت به کسی که پاسپورت در جیبت مانده. آدم خو نیستین. چی توقع داری؟ توقع داری که بر تو انجینر شوه سرک بسازه؟ توقع داری بر تو دکتر شوه ننیت معاینه میکنه؟ توقع داری که تو بر تو بیادر مستری برق شوه؟ توقع داری که بر تو برادر عزیز سفینه بسازه؟ نه، تازی که کلان شوه اینه تو رس لندغر، لچک، اوباش، چارتکه نمبر بدل، چکچور، رقص و زنگ و جامن و زنبوره و شراب و چرس و این تو پاچه را بلند لوده او باب من نگو آنان سک تیار خوامی رقم از این طفلیت سک جورش میکنه. تفنگچگک پلاستیکی در دستش، بیرقی که 300,000 کابلی را کشت و هزاره را دفشار کشت، اونو بیرق مانده. در روزی در امریکا مکتب باز ایواز از یک کامپیوتر پلاستیکی برش بگیری، ایواز از یک قلم پلاستیکی برش بگیری، چیز دیگه طیاره پلاستیکی برش بگیری که داینده پیلوت شوه، ایواز از یک کره زمینی پلاستیکی برش بگیری که داینده یک دانشمند شوه، ایواز از یک بیل پلاستیکی برش بگیری که داینده یک درخت بشونه، تو سگزاده اینی را برش گرفتی. خوازی چی جور میشه؟ کمی 18 ساله شد، پلیت تمنه، موبایل تمنه، ناموس تمنه، عزت تمنه. اگر در افغانستان نکنه گنگستر پنشیری وارد در پشت موبایل میشینه، خواهرت، مادرت، قومت، نسبت، بیادر تاریخت، زبانت، ان زن و مرد کلتان دو میزنه. اینو تر نیست که اینو تو منظم بیایه. سلام علیکم بزرگوار، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ چی هم رو خدمت وطن داری عزیز؟ مسافر هستی؟ کدام چیز نیاز داشته باشی؟ قربان سر چاو اینی رقم نمیکنه. پاکول سک بروی افغانستان برده. لعنت به کسی که پاسپورت در جیبت مانده. آدم خو نیستین.